هست. با ویزا وقت اجازه ورود پیدا میکنم، با اقامت یک زمان رو سپری میکنم و در انتها تابعیت رو میگیرم. انواع اقامت رو اگه بخوام براتون توضیح بدم، ما یکی از آیتم ها در خصوص اقامت تمپوراری رزیدنس هست که توی این بازه زمانی شما یک اقامت 1 ساله رو اختیار کردید جهت ورود به کالج، کارآموزی ها یا مسائل این چنینی، ولی حد اکثر زمانش تقریبا 1 ساله. توی اقامت نوع دوم میشه dependent residence رو مثال زد برای شما که برمیگرده به دست از عزیزانی که عزیزی رو در کشور مقصد به صورت اقامت دارن و من قراره به ایشون ملحق بشم، الحاق پیدا بکنم. یک دسته از تایپ اقامت های دیگه هستش که تایپ ریفیوج رزیدنس هست که جهت پناهندگان هست و این عزیزان در کشور مبدأ جانشون در خطر هست. و یک دسته از اقامت های دیگه برمیگرده به بیزینس اینوستور رزیدنس که اختصاص پیدا میکنه به اون مدت زمان بیزینس پلن اقتصادی شما جهت کارآفرینان. یک دسته از اقامت‌های دیگه پرمننت رزیدنسی هست که توی بازه‌های 3 تا 5 ساله اختصاص پیدا میکنه و توی این بازه 3 تا 5 ساله حالا شما جهت کار رفتید، جهت تحصیل رفتید، شما رو بازبینی و بررسی میکنن که ببینن مالیات پرداخت میکنید، پرونده قضایی ندارید، یک شهروند خوب هستید. در انتها یک امتحان زبان از شما گرفته میشه. اگر تسلط به زبان هم داشته باشید، شما رو اون موقع تابعیت و سیتیزنشیپی و پاسپورت رو ارائه میدن. اگر اصطلاح خاصی در خصوص مهاجرت توی ذهنت هست که معنیشو نمیدونی، برای من تو کامنت ها بنویس تا برات پستشو بسازم.